این 3 دعا رو بذار برای روز مبادا. برای روزی که به اینجات رسیده اما کاری از دستت بر نمیاد. دعای اول: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو ربی العرش العظیم. حسبی الله یعنی خدایا تو برام کافی است. فقط و فقط به خودت توکل می کنم. دعای دوم: اللهم انصرنی علی من ظلم لی. خدایا بهم ظلم شده. بهم زور گفتن هیچ کاری از دستم بر نمیاد. به تو پناه میبرم و از تو میخوام که جواب کارشونو بدی. دعای سوم: یا من یحیی الموتی و یمیت الاحیا. ای کسی که مرده ها رو زنده میکنی و زنده ها رو میمیرونی، من همین الان به معجزه‌ای از سمت تو نیازمندم. همین الان توی زندگی معجزه کن. این 3 دعا رو بفرست برای اون کسی که دوست داری تو زندگیش معجزه اتفاق بیفته. اگه از اکسپلور اومدی پیج رو فالو کن تا دعاهای بیشتر ببینی.